شما برای چی این کارو کردید؟ چی کارو؟ شما گفتید که پدر مادر شما میبیان لیکن پدر مادر من اومدن. پدر و مادر شما پدر و مادر من است. میدونی؟ درست لیکن در خونه هیچ چیز نیست میفهمید؟ من تیاری درستم ندیدم آخر. بعد Лашига, سلام علیکم. اینجاست؟ هیچی به اوضاعتون به خونه رفته است؟ نه خودمو یازنا؟ اینجا؟ از خورت پس؟ گپ زن؟ آخر این کس خواستن ما رو شرمنده کنن. گفتن که پدر مادر این کس میبیان. حالا باشد شما آمدید. در خونه هیچ چیز نیست. من تیاری درستم ندیدم. باید پدر و مادر شما ضیافت میخوردن. یازنا؟ تو ما رو گرسنه خبر کردی؟ رنجی دیدن؟ البته. طول 2 سال است که انا همین به احترامی خواهر شما رو پدر و مادر من تحمل میکنم. من این کار را خودم مخصوص کردم تا که برای خواهرت درس عبرت شود. این نشانه به احترامی و به تربیتی خواهر توست و این برای شما مرگ است. خوش آمدید مهمانای عالی قدر. هرچی را که به خود روا نمیبینید به دیگران روا نبینید، زیرا بهوده نمیگویند هرچی که کاری دی همان را میدارمی. خوب پدر و مادران عزیز، پیش از آنی که دختران خود را به شوهر بدهید با آنها حرمت و احترام خسور و خوشتامن و آداب مهمانداری را بیاموزید، زیرا فرزند تربیه را از عائله میگیرد.